میگذرونیم. میدونم شرایط چقدر بده و میدونم که تو چه وضعیتی هستیم. ازتون خواهش میکنم به دلتون استرس راه ندید. احساس ناکافی بودن ازتون خواهش میکنم نکنید بچه‌ها. شما همتون با استعدادید، همتون ماهید، همتون خفنید، همتون منحصر به فردید. فقط شرایطی که به وجود اومده باعث میشه که آدم یکم احساس ضعف بکنه، احساس ناتوانی شاید بهش دست بده. اینا تقصیر شما نیست بچه‌ها. شما همچنان با استعدادید، همچنان بگردید دنبال استعدادتون و کشف کنید خودتون رو. نذارید کسی بهتون بگه که نه تو نمیتونی. نذارید این اتفاقات. بچه‌ها میدونم چقدر فشار روتونه. من یکی دو تا ویدیو رو دیدم از قبل. میدونم کسی که الان امتحان دارن ممکنه نمره‌هاتون بد بشه، ممکنه معدلتون بد بشه. اصلا مهم نباشه برام. هیچی، جدا میگم هیچی.